درود همینک منطقه 17 تهران. یه صدای وحشتناک و من نمیدونم صدای انفجار بود یا صدای جنگنده اسرائیل بود. خیلی صدا وحشتناک بود. بیشتر مردم اومدن در پنجره الان که رفتن. همین بالا سر ما این صدای جت این صدای جت اسرائیله. همین الان تهران. اون پشته شبیه موشک فکر کنم. الان دیدمش. فکر کنم موشکای سپاه تروریستی پاسدارانه. فکر میکنم اگه تو ویدیو مشخص ترکید اون بالا ترکید چیزی دیدید یا نه؟ سر پدافند داره این برای پدافند داره میزنه. فکر کنم حملات شدید اسرائیل شروع شده قلب تهران. اون سم که صدای موشک من نمیدونم دیدی یا نه. یه چیزی منفجر شد نمیدونم اسرائیل زد هجوم زنه. یه بار دیگه صدا اومد از سمت. این از من ویدیو رو بگیرم اون سمت. دودش نمیدونم معلومه تو ویدیو یا نه. پشت سر پدافنده. سمت عقب من صدای انفجار اومد. الان که داریم میبینید پدافند رو. آسمون هم هیچی نیست. همیشه که داریم میبینید نمیدونم داره چی رو میزنه. هیچی تو آسمون نیست. دقت کنید. این صدای پهباد نمیشه. فقط دارن پشت سر هم